خبرگزاری آزیا پلیس روز 12 سپتامبر سال 2022 با استناد به دادگاه ولایت ختلان خبر داد که در این دادگاه تحت ریاست دادرس دادگاه ولایت اهل‌دین نظرزاده مرافعه پرونده سابق مدیر معارف ناحیه 5 مولوده بوی مرادزاده که برای همکاری با حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی عیبدار می شود آغاز یافته است. گفته می شود که مولوده بوی مرادزاده بر اساس 2 ماده کودکس جنایی جمهوری تاجیکستان 307 قسم 2 دعوت عمومی برای عملی نمودن فعالیت اکستریمیستی، افراطگرایی و 346 دیده و دانسته رسانیدن خبر بر دروغ عیبدار می شود. به او بر اساس ماده 307 تا 10 سال زندان و بر اساس ماده 346 جریمه و یا تا 5 سال زندان تهدید می کند. بنا به اطلاع آزیا پلیس امروز با مولوده بوی مرادزاده در این پرونده همچنین عبدالرحمن عزت الله زاده نواربردار تلویزیون جهاننما در ناحیه 5 جلال زاهدوف سابق کارمند اداره بهداشت زمین و آبیاری ناحیه و یک شهروند دیگر با نام ممد شیرالیف نیز در کرسی عیبداری نشستند. به گفته یک منبع از روند پرونده آگاه این نفران برای ارسال نوارهای چهاربینی‌های ناحیه به نمایندگان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که فعالیتش در تاجیکستان ممنوع اعلان شده است عیبدار می‌گردند. در دادگاه ولایت به آزیا پلیس گفتند که سودشونده‌ها قسماً خود را گناهکار می‌یابند اما معلومات دقیق‌تری در این باره ارائه نکردند. نورالله مجیدوف ادوکات مولوده بوی مرادزاده در یک صحبت تلفنی به آزیا پلیس گفته است که زیر حمایش خود را گناهکار نمی‌یابد. در ماه‌های اخیر در منطقه‌های گوناگون تاجیکستان ده‌ها نفر با جرم لایک و شرح گذاشتن در زیر ویدیوهای سامانه‌های مخالفین بخصوص در زیر برنامه‌های اصلاح تیوی و برنامه‌های حق و باطل و صدای مردم دستگیر و زندانی شدند. همین طور چندین نفر را در داخل تاجیکستان برای ارسال ویدیوها به این برنامه‌ها بازداشت کردند. مقامات این برنامه‌ها و سامانه‌ها را به حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و گروه 24 دو سازمان اپوزیسیونی فعالیتشان در تاجیکستان ممنوع ربط می‌دهند.